من اسرائیل رو فرشته مرگ نمیدونم. تعبیر فرشته مرگ درست نیست. فرشته محافظ انسان تا مرگ. یعنی خدا هر کدوم از ماها که به دنیا میایم به اسرائیل علیه السلام میگه که مثلا ایشون رو 70 سالگی بعد از اینجا ببرید تا 70 سال مواظبت. هر جایی میره که پرت بشه اون ملائک مواظب بشن. هر جا میره ماشینی بهش بزنه ملائک مواظب بشه. وقتش میرسه میگه دیگه مواظبش نباشه. خدا همه نگرانی‌های آدم از یه چیزی میگیره. مثلا میگه نگران مرگی، من با اجل میگیرم. تا اجل نیاد نمیمیری، نترس. در یه جنگ امیرالمومنین همجوری نصف شبی همجوری داشت قدم میزد، مقداد بهش گفت آقا اینجوری نگرد میزنن. آقا فرمود که اجل مواظبم. خود شما میگه از اون زلزله‌ای که 40 چند نفر از کس و کارتون رفت شما میگه نه. تو بعضی از این حوادث فیلماش که میاد بیرون من به این موضوع خیلی توجه میکنم که مثلا 2 نفرن کنار هم، یه دفعه این وریه میمیره اون یکی نه. توی حادثه شادچراغ دقت کنید این وقتی داره شلیک میکنه 3 نفرن. نفر اولی میمیره، نفر سومی میمیره، نفر وسطی که یه پیرمرد زنده میمونه. یعنی گاهی اوقات از 5 قدمی بهت شلیک میشه ولی تو باید زنده بمونی.